کسانی که در این کوچه زندگی و کار میکنند معتقدند که یک شخص توانسته است آنها را به ملیسا خوشبین کند. نورشیرو کارمند پلیس راه هر روز از حصار به اینجا پاسگاه دائمیش می آید. مردمی که از این پاسگاهش میگذرند او را پلیس مهربان صدا میکنند. یک روز یک صبح خودم شاهد آن گشتم که این نفر یک دو زن سالخورده که راه را گم کرده بودند خودشون بردند از راه گذراندند نشان دادند به کجا باید روند. این است یکی از خصلت‌های انسانی که باید در همه باشد. نورشیرو میگوید که گاه‌ها برای انجام دادن عمل نیک از مقررات موجوده چشم میپوشد و آنها را امر وجدان مینامد. میشه که مشکلی میبینیم مثلا که هسته که خیلی لیکن هوایم یک سخنی نازگاه میزنه و میفهمه تمام میره همه میفهمه همین اول میشه که تاجیکی مخایم وقتی وای دقیقاً نگفته که السلام علیکم اکا جان خدمت اکا جان 2 منوت مرحمت اکا جان روی سفید اکا در امان خدا باشی گنده هم باشه ناز میشه یگون کس در تلویزیون گنده نمیشه. نور 53 ساله خود را کادر زمان شوروی مینامد. در قیاس با تمثال منفی که بعضا در ذهن مردم به سبب فساد زدگی میلیسیا شخص شده است در تاجیکستان این معنی مثبت دارد. باور کنید صبح سحر ساعت 7 نشده این مردک در همین جا برای همین ترتیبات وای کردن. تا این کس همه وقت همین برای همین ماشینای جو کردن همین رولی کلون بازی میکنن. اگر این کس جو نکنن گویا که ما دیگر جای نمیاویم که یک جا خودمون جو کنیم. این افسر 900 سومانی معاش میگیرد و 5 فرزند دارد. میگوید که هیچگاه از مقام خود سوء استفاده نکرده است و از کسی طمع نخواسته است. یکم ملیسا با شهروندان زندان تمام حمایش یکم همینجا نیست ملیسا کارش واجبه اینونی بلگدار نیست. بختیار همراه نور کار میکند و میگوید که فایده مصلحت های او را دیده است. وقتی که ما اومدیم تجربه بسیار چی داشت دریغ نمیداره. آدمی هست که مثال تجربه شد به یک کس مثال وای کردن نمیتونه این انسان نیست. چیزی که میدونه چیزی که فهمیش داره وای داره حرکت میکنه که شاگرداش یاد بگیرن. نورشیرو میگوید کارمندان مقامات حفظ حقوق باید طوری رفتار کنند که هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان کشورهای دیگر از دیدن آنها احساس امنیت کنند نه اینکه بترسند. روی صفحه در امان خدا برای کار